امروز میخوایم ببینیم که فانکشن بلاک چیه، چه کاربردی داره و چجوری میتونیم در محیط برنامه‌نویسی PLC یک فانکشن بلاک ایجاد بکنیم. سلام دوستان، من حامد هستم. اینجا کانال تکنو اتوماسیونه. به کانال خودتون خوش اومدید. در این کانال من ویدیوهای آموزشی رو در رابطه با بحث اتوماسیون صنعتی، برنامه‌نویسی PLC، درایو و HMI و سرو موتور و هر چیزی که مربوط به اتوماسیون صنعتی باشه خدمت شما ارائه میدم. اگه به این گونه موضوعات علاقه‌مندید، خواهشم از شما اینه که کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو لایک کنید و همراه ما باشید. خب دوستان، همونطور که می‌بینید در محیط نرم افزار فکتوری آیو هستیم و اینجا 3 تا کانوایر داریم که میخوایم یک برنامه خیلی ساده استارت استاپ برای این کانوایرها که تابلوی استارت استاپشون هم به صورت لوکال کنار کانوایر قرار داره بنویسیم. حالا دوستان، من میتونم طبیعتاً برنامه‌مو برای هر کانوایر به صورت مستقل و جدا بنویسم. در این صورت مشکلی که به وجود خواهد اومد اینه که برنامه من نسبتاً حالا حجمش زیاد خواهد بود و حالا اینجا مثلا 3 تا کانوایر داریم. اگه در محیط صنعتی واقعی بخوایم مثلا فرض کنید 20 تا کانوایر داشته باشیم، اون وقت برای هر کانوایر بخوایم جداگونه و مستقل برنامه نویسی بکنیم، برنامه ما حجمش زیاد میشه، تعداد نتورک ها زیاد میشه. از طرفی اگه بعداً حالا یک کسی دیگه، یک مهندس دیگه برگرده بخواد برنامه ما رو باز کنه و ایرادیابی بکنه در سیستم، مسلماً یه ذره کار براش سخت خواهد بود و مهندسان حرفه‌ای در برنامه نویسی از فانکشن ها و فانکشن بلاک ها استفاده میکنن و به صورت ساختار یافته برنامه نویسی میکنن. حالا به چه صورت؟ اجازه بدید کاملا به صورت عملی با ارائه این مثال خدمت شما توضیحات لازم رو ارائه بدم. اگه ویدیوهای قبلی رو دیده باشید، گفتیم که توضیح دادیم که نرم افزار فکتوری آیو به صورت غیر مستقیم با PLC دلتا از طریق OPC سرور ارتباط برقرار میکنه و در منوی فایل اگه درایور رو کلیک کنم، اینجا مشخصه که برای المان ها چه آدرس های اختصاص دادم و همونطور که میبینید مثلا وایچه ها رو برای فیلد کانویر 1 اختصاص دادم، مثلا استارت کانویر 1 با ریلی بیتی M1 خواهد بود. حالا اینها رو گفتم در ویدیوهای قبلی توضیح دادم و این ارتباط الان برقرار هستش با نرم افزار OPC سرور. خب به سراغ محیط ISP سافت، نرم افزار ISP سافت میریم و میخوایم برنامه‌مون رو شروع کنیم بنویسیم. حالا من قبلا توضیح بدم که چرا از ISP سافت استفاده کردم و از WPS سافت استفاده نکردم. علتش اینه که دوستان در محیط نرم افزار ISP سافت شما میتونید فانکشن بلاک ایجاد بکنید، ولی در نرم افزار WPS سافت این امکان برای کاربران فراهم نشده. به همین جهت من توصیه‌ام اینه که حتما کاربر نرم افزار ISP سافت رو یاد بگیرید و به صورت حرفه‌ای اگه میخواید برنامه‌نویسی بکنید حتما با نرم افزار ISP سافت کار بکنید. اینجا خب از منوی فایل نیو رو که بزنم، یک پروژه جدید میخوام تعریف بکنم. حالا پراجکت نیممون مثلا میخوام کانوایر باشه و کنترل تایپ هم که TDP هستش، دست نمیزنم. PLC تایپ هم سخت افزاری که اینجا من دارم SE PLC CPU 12 دلتا هستش. اوکی رو میزنم و محیط برنامه‌نویسی برای من باز میشه. از سمت چپ این قسمت پراجکت پروگرام رو داریم که روش راست کلیک میکنم، نیو رو میزنم. اینجا باز میگه که باید POU ایجاد بکنیم. POU نیم از من میخواد که اسم این POU چیه، کانوایر می نویسم و تسکم که دست بهش نمیزنم، باید از نوع سایکلیک تسک فعلا بمونه
و اوکی رو میزنم که محیط برنامه نویسی برای من باز میشه. حالا اینجا دوستان محیط برنامه اصلی من هستش که قراره که فانکشن بلاک هایی که می نویسم در این محیط بیام اون فانکشن بلاک ها رو فراخوانی بکنم. باز در سمت چپ فانکشن بلاک رو داریم، روش راست کلیک میکنیم، نیو رو میزنیم و اوکی که بزنیم محیط برنامه نویسی فانکشن بلاک برای ما باز میشه. در این قسمت بالا لوکال سیمبولز هستش که میتونیم به اصطلاح به صورت سمبولیک نام اختصاص بدیم برای اون متغیرهایی که تعریف میکنیم. برای متغیرهایی که تعریف میکنیم ما متغیر زیادی نداریم اینجا، علتش اینه که ما فقط میخوایم یک برنامه ساده استارت استاپ بنویسیم. هدفمون استفاده از فانکشن بلاک هستش فعلا و نمیخوایم وارد پیچیدگی های برنامه نویسی بشیم. در همین محیط اگر من راست کلیک بکنم add a symbol رو بزنم، خب یک پنجره برای من باز میشه. آیدنتیفایر اسم اون، حالا نام اون متغیری که میخوام ایجاد بکنم، مثلا فرض کنید میخوام استارت برای شستی استارت که موتورم رو استارت بکنه استارت ام بنویسم. حالا تایپش از نوع قطعا بولیان خواهد بود و اینجا کلاس متغیر خیلی مهمه دوستان. باید برای استارت که ورودی هستش در فانکشن بلاک این کلاس رو من از نوع variable input یا var input قرار بدم و حالا اگه کامنتی هم چیزی هم مد نظرم بود اینجا میتونم بنویسم. من فعلا مد نظرم نیستش و اوکی رو میزنم. دوباره که اینتر رو بزنم دوباره یک پنجره جدید برام باز میشه و من میتونم اینجا دوباره استاپ موتور رو تعریف بکنم. تایپش از نوع بولیان هستش و کلاسش از نوع باز وار اینپوت هستش، چون شستی استاپ هم به صورت ورودی فانکشن بلاک استفاده میشه. و آدرس من اختصاص نمیدم، علتش اینه که بعداً در فانکشن بلاک در محیط برنامه اصلی که فراخوانی میکنیم اونجا آدرس ها رو اختصاص خواهیم داد. اوکی رو میزنم، دوباره اینتر رو میزنم و به عنوان موتور که نهایتا میخوام با استارت موتورم روشن بشه. اینجا خب باز تایپش از نوع بولیان هستش، انتخاب میکنم و کلاسش اینجا دیگه از نوع var output هستش، چون در خروجی فانکشن بلاک هم قرار خواهد گرفت و هر فانکشن بلاک دوستان یک سری ورودی هایی داره و حالا اون بسته به برنامه نویسیتون یک سری خروجی هایی هم ایجاد خواهد شد که در کلاس var output قرار میگیرم. اوکی رو میزنم و اینجا متغیرها هم دیگه تموم شده. تعریف متغیرها به صورت سمبولیک میام در محیط برنامه نویسی این پایین از همینجا کانتاکت نورمالی اوپن رو انتخاب میکنم و میام بعد از اینکه انتخاب کردم به این کادر قرمز میام و کلیک که میکنم اینجا المان قرار میگیره. خب اینجا قراره که انتخاب بکنم این کانتاکت نورمالی اوپن من آدرسش چی هستش. از روی همین علامت سوالا که کلیک بکنم اینجا برام استارت ام رو میاره، انتخاب میکنم. دوباره از همین بالا این کویل رو انتخاب میکنم، میارم پایین، کلیک میکنم، قرار داده میشه. ESC رو میزنم که از این حالت انتخاب خارج بشه. ESC یا اسکیپ در کیبورد رو میزنم، میبینی که از حالت انتخاب خارج میشه. یا از همین جا میتونم سلکتور رو هم بزنم از همین نوار ابزار. دوباره روی علامت سوال ها کلیک میکنم، موتور رو انتخاب میکنم. میبینی که دوستان با فشار دادن شستی استارت موتور من روشن میشه. اما مشکلی که اینجا هستش من میخوام موتورم روشن بمونه و وقتی که دستم از روی شستی برمیدارم
این شستی من به صورت 0 و 1 نیست. در این محیط فکتوری آی او اگه حالا بریم جلو میبینیم که یک پوش باتون ساده هستش و 0 و 1 نیست که باعث بشه که این خروجی من روشن بمونه. به همین جهت من باید از دستور ست استفاده بکنم که این موتور منو روشن نگه داره. روش که دابل کلیک بکنم ببینید اینجا یک سری آپشن هایی میاره، ست رو اینجا میاره که من میتونم ست رو انتخاب بکنم و حالا با فشار دادن شستی استارت موتورم ست میشه. اگه دستم هم بردارم از روی شستی استارت ست خواهد موند و به صورت فلیپ فلاپ نگه دارنده عمل میکنه. حالا از همین نوار ابزار اگر گزینه add an entity network after رو که بزنم یک نتورک جدید برام ایجاد میشه. من دوباره از همینجا کانتاکت رو انتخاب میکنم، روی علامت سوال ها که کلیک بکنم استاپ رو انتخاب میکنم. ولی دقت کنید دوستان، شستی من به صورت نورمالی کلوز هستش و در محیط های صنعتی هم شما شستی استاپتون اکثرا در 90% مواقع به صورت نورمالی کلوز خواهد بود و درستش هم همینه که به صورت نورمالی کلوز باشه. به همین جهت روی این شستی دو بار که کلیک بکنم، دابل کلیک که بکنم، این نورمالی کلوز رو انتخاب میکنم و دوباره کلیک میکنم، این کادر قرمز ظاهر میشه. میام کویل رو انتخاب میکنم و اینجا باید با زدن شستی استاپ این موتور من، اولا موتور رو انتخاب میکنم، با کلیک روی علامت سوال ها موتور انتخاب میشه، باید ریست بشه. روش که دابل کلیک بکنم ریست رو انتخاب میکنم و اینجا برنامه‌نویسی فانکشن بلاک من تموم میشه و میرم سراغ برنامه اصلی. از همین سمت چپ قسمت پراجکت برنامه اصلی روی POU که ایجاد کردم کلیک میکنم. برای اینکه اون فانکشن بلاکی که نوشتم دوستان در این محیط برنامه اصلی فراخوانی بکنم، کافیه که برم روی همین فانکشن بلاک کلیک کنم و به صورت درگ اند دراپ نگهش دارم، بکشم بندازم در همین نتورک و میبینی که به محض اینکه این کارو میکنم حالا میگه که اسم این فانکشن بلاک چی هستش. من مثلا اینجا کانوایر یک نام میدم بهش، چون مربوط به میخوام نتورک اولم مربوط به کنترل کانوایر یک باشه. بقیه موارد رو دست نمیزنم. همونطور که میبینید تایپش از من FP0 و کلاسش هم از من وار هستش و اوکی میکنم و اینجا میبینید که کانوایر یک ظاهر میشه. دوباره من دو تا نتورک دیگه هم از همین بالا اضافه میکنم و باز همون فانکشن بلاک رو اضافه میکنم، کانوایر دو اوکی میکنم. برای نتورک سوم هم میبینید دوستان راحتی کار اینجا مشخص میشه. وقتی که فانکشن بلاک می نویسیم و از فانکشن بلاک استفاده میکنیم دیگه نیاز نیست من بیام ست و ریست بذارم برای هر موتور در نتورک های جداگونه و یک فانکشن بلاک نوشتم و از همون فانکشن بلاک برای هر سه تا کانوایر دارم استفاده میکنم. کانوایر 3 خب اوکی میکنم. حالا دوستان من باید برای این در واقع ورودی خروجی های کانوایر ها فانکشن بلاک ها آدرس اختصاص بدم. همونطور که در محیط فکتوری آیو دیدید در همین قسمت درایور برای کانوایر یک من M1 و M2 رو قرار دادم، M3 M4 M5 M6 مربوط به کانوایر 3 هستش و خب موتورهاش هم Y4 Y5 و Y6 بودن. به همین جهت میام اینجا خب
M1 رو اختصاص میدم، M2 مربوط به استوب بود، Y4 مربوط به خروجی کانوایر 1 بود که همون موتور کانوایر 1 میشد و M3 M4 Y5 M5 و M6 و اینجا هم Y6 رو قرار میدم. حالا یک بار از همین بالا کامپایل میکنم و این گزینه کامپایل د پراجکت رو که بزنم میبینید که در پایین مشخص شده که هیچ اروری در برنامه من وجود نداره و میتونم برنامه‌مو به PLC دانلود بکنم و ببینیم که چطور کار میکنه. حالا این منوی آنلاین رو که بزنم دانلود میشه به PLC، اوکی میکنم. خب میبینید دوستان این شستی های استوب به صورت نورمالی کلوز استفاده شدن در محیط فکتوری آیو و اینجا هم چون در حالت عادی 1 رو به CPU میفرستم به صورت سبز روشن هستن، ولی این مشکل ایجاد نخواهد کرد چون در محیط فانکشن بلاک اونجا دیدی که ما این شستی های استوب رو به صورت نورمالی کلوز استفاده کردیم. حالا من میخوام کانوایر 1 رو ابتدا استارت بکنم، تست بکنم. میرم سراغ همین تابلو، میبینی که اینجا دوستان استارت باتون 1 هستش و این هم خب استاپ باتون هستش. زرد بودن نشونه اینه که به صورت نورمالی کلوز استفاده شده. اینجا من اگه استارت باتون رو که بزنم قاعدتا باید کانوایر من روشن بشه. حالا امتحان میکنم، میبینی که شروع به حرکت میکنه و اگر استاپ رو بزنم استاپ میشه. دوباره استارت رو میزنم و در محیط برنامه هم میبینی که Y4 روشن شده که مربوط به موتور کانوایر 1 هستش. حالا برمیگردم این یکی رو هم استارت میکنم و میبینی که کانوایر 2 هم شروع به کار میکنه. در محیط برنامه Y5 هم استارت شد. اینجا فعلا کانوایر 3 رو استارت نکردیم، بریم کانوایر 3 رو هم استارت بکنیم. استارت رو میزنم و شروع به کار میکنه و کانوایر 3 هم روشن میشه و میتونیم هر وقت خواستیم هر کدومو، مثلا کانوایر 2 رو من استاپ میکنم، میبینی که کانوایر 2 از کار میفته و اینجا هم Y5 خاموش میشه. خب دوستان این هم ویدیوی امروز بود مربوط به نحوه ایجاد کردن فانکشن بلاک. اگر فکر میکنید این ویدیو براتون مفید بود خواهشاً از شما اینه که کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید و همچنین اگر سوالی چیزی در این مورد داشتید در کامنت ها حتما از من بپرسید تا جایی که بتونم سعی میکنم جواب شما عزیزان رو بدم. تا یک ویدیو دیگه شما رو خدای بزرگ